سلام، خیلی خوش اومد به چنل هماین ایکسو. امروز اومدم بهتون قوی ترین بیلد بلادلاس داخل الدن رینگ رو نشون بدم و آموزش ساختن این بیلد رو بهتون آموزش بدم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. آیتم‌های مورد نیاز برای این بیلد اینا هستن: اسکاونجرز کرسورد و بندیتس کرسورد. برای هلمت هم واید ماسک رو برمی‌داریم. برای آرمور هم رپترز بلک فدرز برمی‌دارم که جامپ اتکامون بهتر شه. دستکش و شلوار رو خودتون میتونید انتخاب خودتون بزنید. برای تالیزمن هم کلا تالیزمن، لورد آف بلاکس لورد آف بلادز اکسلوتیشن و راتن وینگ سورد اینسیگنیا رو انتخاب میکنیم. تالیزمن بعدی هم به انتخاب خودتون بزنید. برای میکس فلسکم از تورنیکرک تیر و پوریفاین کریستال تیر استفاده میکنیم. برای اشاوارا هم میخوایم از سپوکو استفاده کنیم، اونم دوتا روی حالت اوکلات. برای استتا آرکین رو روی 80 میذاریم. ویگورمون هم تا جایی بذاریم که بتونیم از سپوکو استفاده کنیم یا از کمجونی نمیریم. هر چقدر دیگه استات اضافه آوردیم به نظر من بدیم به ایندورنس و دکستریتی. برای فعال کردن این بیلد حالا سلاح سمت چپ و دو دستی بگیرین، اشاوار رو روش بزنین، دوباره دوتا سلاح رو به هم بگیرین، اشاوار رو دوباره بزنین و بعدش از میکس فرسکتون استفاده کنین. اینجوری شما خیلی سریع میتونین بلادلاس وارد کنین و دمیج به شدت زیادی به انمی رو وارد کنین. نمونهش هم میشه این. تالیزمن رو میتونین در اینجای استورمبریل کستل پیدا کنین. رپتور بلک فدرز هم میتونین داخل این غار، داخل آرتوس پراتو پیدا کنین. لورد آف بلاد اکسکلوتیشن هم میتونین بعد از شکست دادن ماگ دیامن داخل زیرزمین آرتوس پلاتیو پیداش کنین. یه باس مخفی داره، بعد اون باس رو بزنین تا بهتون اون تالیزمن رو بده. هلمت واید ماسک هم میتونین بعد از تمام کردن کوست واره به این قسمت از مپ بیاین و با کشتن 3 تا اینویدر اون ماسک رو به دست بیارین. بندیت کرسورد هم داخل این قسمت از نقشه کنار یک کلیسا هست که بعد یه اسکلت رو بکشین، اینقدر بکشینش که بهتون اون سلاح رو بده. تو بار اول دوم فکر نکنم بشه، بعد یه عالمه بزنش. اگه هم بهتون نداد ناامید نشین، اینقدر بزنین تا بهتون بده. تالیزمن راتن وینگ سورد هم میتونین بعد از تموم کردن کوست ملیسند بگیرین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. چرا هنوز وایسادی؟ منتظر بگم اسکاونجرز کرد شد کجاست؟ من چه بدونم، خود برو سرچ کن پیدا کن.